سلام و عرض ادب خدمت همراهان و دوستان گرامی. مرتضی توفیقی هم از کانال عمو ادیتور. امروز قراره با آموزش جلسه سوم در خدمتتون باشم. در جلسات قبلی در رابطه با آشنایی نسبی با برنامه فتوشاپ و محیط برنامه و اینکه چطور یک سند بسازیم و یک تصویر رو وارد برنامه کنیم توضیحاتی دادم، هرچند که هنوز مطلب در مورد نحوه ساخت یک سند وجود داره. ولی خب به طور مفصل در رابطه با مفهوم رزولوشن صحبت کردیم. چیزی که در رابطه با تنظیمات یک سند باقی میمونه مودهای رنگی اون سنده که در این جلسه قرار در خدمتتون باشه. وارد محیط برنامه فتوشاپ میشیم، دوباره گزینه نیو فایل رو انتخاب میکنیم. گفتم که وید و هایت اندازه تصویر رو نشون میده. اگه شما یکی از این اندازه ها رو به غیر از پیکسل انتخاب کنید، دارید سایز خروجی کار رو در بحث چاپ مشخص میکنید. اگر یک وید و هایتی رو اینجا انتخاب کردید، رزولوشن در کوچیک و بزرگ شدن اندازه تصویر دخالتی نداره، بلکه وضوح و کیفیت تصویر رو مشخص میکنه. تصاویر و کارهایی که قراره از نزدیک توسط بیننده دیده بشن باید رزولوشن بالا و تصاویری مثل بیلبورد و بنر که سایز بزرگی دارن و قرار بیننده از راه دور نگاه بکنه رزولوشن پایین باید داشته باشه. اگه شما مقیاس تصویرتون پیکسلی باشه، برای طراحی یک تصویر توی نمایشگر و مانیتور باید استفاده بشه. اما بحث مودهای رنگی، در کالر مود چندین مود رنگی رو اینجا داریم: بیت مپ، گری اسکیل، RGB، CMYK، LAB کالر. جلوی هر یک از این کالر مودها یک عددی رو تحت عنوان بیت میبینید که در واقع همون بیت پر چنل هستش. من باید یک سند بسازم و بعد از این که ساختم چنل رنگی هر کالر مود رو بهتون نشون بدم. فعلا در رابطه با بیت مپ میخوایم صحبت کنیم. بیت مپ میگه شما هنگامی که یک سند رو تحت عنوان بیت مپ میسازید، هر پیکسل میتونه فقط یک بیت دیتا داشته باشه، یا سیاه یا سفید. یعنی هیچ رنگ دیگه ای رو شما نمیتونید تو این سند استفاده کنید. پس یا پیکسل های کار شما سیاه هستن یا سفید. غیر از این دو حالت امکان نداره. یعنی شما نمیتونید توی یک سند بیت مپی رنگ قرمز استفاده کنید. به خاطر همین یک بیت دیتا بیشتر هر پیکسل نمیخواد که اون رو ذخیره کنه، چون یا سیاه یا سفیده. خب یک تصویر رو انتخاب میکنم، میخوام بگم این تصویر من یک تصویر بیت مپی بشه. الان اگه من زوم بکنم شما فقط پیکسل های سفید و سیاه میبینید. همونطور که مشخصه هر پیکسل من یا سفیده یا سیاه. از کنار هم قرار گرفتن رنگ های سفید و سیاه یه همچین تصویری به وجود میاد که شما دارین میبینین. پس امکان نداره من بتونم توی یک سند از نوع بیت مپ رنگ قرمز به کار ببرم، فقط سفید و سیاه. زمانی که شما یک سند ایجاد میکنید، کنار این لایه یه چنل داره که یه دونه بیشتر نیست، یعنی یا سفیده یا سیاه، چنل دیگه ای نداره. تو این چنل فقط یا رنگ سفید میشینه یا سیاه. این بود مود بیت مپ. بریم سراغ مود بعدی. مود بعدی ما مود گری اسکیله که میشه گفت طیفی از رنگ‌های خاکستری رو قبول میکنه. یعنی رنگ‌های بین سفید و سیاه هر طیفی که باشه قبول میکنه، منتها نوشته 8 بیت. شما 8 بیت، 16 بیت و 32 بیت رو میتونید انتخاب کنید. یعنی هر پیکسل شما قابلیت نگهداری 2^8 بیت منتها از طیف رنگی سفید تا سیاه رو داشته باشه. باز هم تو مود گری اسکیل شما نمیتونید رنگ قرمز، سبز یا آبی داشته باشید، فقط طیف های سفید و سیاه. دیگه مثل بیت مپ صرف سفید و سیاه نیست. من طیف های خاکستری بین سفید و سیاه رو میتونم توی کارم داشته باشم. برای همین دیگه یک بیت جوابگو نیست، چون من انواع رنگ های خاکستری رو دارم. برای همین 8 بیت رو میتونه
هر پیکسل داشته باشه. یعنی 2 به توان 8 یا 256 تا رنگ خاکستری بین سفید و سیاه رو میتونیم داخل هر پیکسل داشته باشیم. خب این 16 بیت چی میگه؟ میگه حالا اگه شما تصویرتون بزرگتره یا اگه فکر میکنید تعداد بیشتری طیف رنگی رو میتونید توی تصویرتون داشته باشید، خب روی 16 بیت بذارید. ولی مثلا روی 2 به 32 بذارید، دیگه خیلی از فیلترهای شما غیر فعال میشه. یعنی اینقدر این عدد بالا میره، یعنی 2 به توان 32 تا رنگ یا عدد برای اون پیکسل شما. ولی 2 به توان 8 میتونه گزینه مناسبی باشه، ولی بازم بسته به کارتون داره. حالا من عملی بهتون نشون بدم. اگه یه رنگی رو بخوام انتخاب کنم، مثلا رنگ سبز، وقتی میکشم اینجا یه رنگ خاکستری میشه، الان دارین مشاهده میکنید. و وقتی تیره تر کنم من این رنگ سبز رو، خاکستری هم تیره تر میشه نسبت به خاکستری اول. دیگه اینجا فقط سیاه و سفید نیستن، بلکه طیف بین سیاه و سفیدن. اگه سیاه خالص باشه سیاهه و سفید خالص هم سفیده. پس من میتونم طیفی از رنگ‌های سیاه و سفید رو داشته باشم. ولی گری اسکیل یه دونه چنل بیشتر نداره، چون طیف رنگ‌های سفید و سیاه رو داخل خودش بتونه نگه داره. الان شما دقت کنید به همین سندی که من زوم کردم روش، انواع رنگ‌های خاکستری رو شما دارین داخل این تصویر میبینین. یه خورده کم رنگ یا یه خورده پررنگ‌تر. پس این میشه طیف رنگ‌های خاکستری که بین سفید و سیاه هستن، ولی از خاکستری روشن تا تیره تر. میخوام الان بهتون نشون بدم یه تصویر وقتی میره تو مود گری اسکیل چه اتفاقی براش میفته. شما واسه این که بخواین مود عکستون رو عوض کنین، میتونین از ایمیج مود و اینجا هم دیگه انواع مودا رو داره. من الان روی گری اسکیل میزنم، ببینید الان تبدیل شد به یه عکس گری اسکیل، یعنی یه مود گری اسکیل. خب الان میبینید که هر پیکسل من رنگ خاص خودشو داره، همه یا سیاه یا سفید یا خاکستری هن. پس این میشه پیکسل های گری اسکیل. الان ببینید هر پیکسل ما رنگش با پیکسل دیگه فرق میکنه، یا سفید یا سیاه یا خاکستری روشن یا خاکستری تیره تر. و کلن طیف‌های خاکستری بین سفید و سیاه که از کنار هم قرار گرفتنشون یه همچین تصویری به وجود میاد و کاملا هم با بیت مپ متفاوته و مثل بیت مپ نیست. خب بچه ها این بود مود گری اسکیل. حالا میریم مود بعدی، مود RGB. ببینید که برای RGB شما میتونید 8 بیت، 16 بیت، 32 بیت به همین ترتیب داشته باشید. منتها توی RGB 3 تا چنل رنگی داریم بچه ها: رد، گرین، بلو، قرمز، سبز، آبی. یعنی توی مودهایی که توی فتوشاپ وجود داره، اگه مود رنگی رو انتخاب بکنید، مثلا RGB رو انتخاب کنید، در واقع 3 تا چنل رنگی یا کانال رنگی واسه شما ساخته میشه: رد، گرین، بلو. حالا وقتی میگیم 8 بیت، گفتیم 8 بیت پر چنل، یعنی هر پیکسل من میتونه 2 به توان 8 رنگ قرمز، 2 به توان 8 رنگ سبز و 2 به توان 8 رنگ آبی به خودش بگیره. الزاما این به این معنی نیست که شما وقتی مثلا RGB رو میذارین اون پیکسل شما 2 به توان 8 هر کدوم از این کانال ها رو داخل خودش داره. این به این معنیه که شما میتونید داشته باشید. یعنی ممکنه یک سند RGB که من دارم از همه این 2 به توان 8 رنگی که میتونه استفاده کنه استفاده نکرده باشه، ولی این به این معنیه که میتونه استفاده بکنه و اون شرایط براش مهیا هست که بتونه استفاده کنه. پس 2 به توان 8 رنگ قرمز، 2 به توان 8 رنگ سبز و 2 به توان 8 رنگ آبی من میتونم برای هر پیکسلم داشته باشم. خب اگه اینا رو به 16 تغییر بدیم چی میشه؟
میشه 2 به توان 16 رنگ قرمز، 2 به توان 16 رنگ سبز و 2 به توان 16 رنگ آبی. 32 بیت هم که بچه ها همینطور دیگه. حالا مثلا من اگه همین 8 بیت رو انتخاب بکنم روی RGB بذارم، حالا دیگه اگه مثلا از رنگ قرمز استفاده بکنم خیلی راحت من این قرمز رو دارم اینجا به این شکل. اگه من رنگ رو بذارم روی آبی، آبی رو هم به این شکل من دارم اینجا، و یا رنگ رو بذارم روی نارنجی. خب میبینید که نارنجی رو هم بچه ها من اینجا دارم. چنل ها رو اگه دقت بکنین دوستان میبینین که رد، گرین و بلو هستش و این هم مود RGB که جمع این ستا میشه در اصل. اما شاید یه سوال پیش بیاد که مگه ما نگفتیم فقط رد، گرین، بلو، چرا نارنجی هم داریم اینجا؟ این واسه اینه که رنگ های دیگه تلفیقی از این ستا رنگ ما هستن. ببین الان اگه من بیام تو این قسمت، زمانی که شما یکی از این کانال ها رو انتخاب کنید، در واقع اون کانال بهتون میگه نقاط روشن نقاطی هست که از این کانال رنگی بیشترین استفاده رو داره و نقاط تیره کمترین استفاده رو. یه بار دیگه کل رنگ رو ببینید. ما الان قرمز و آبی و نارنجی داریم. الان میایم تو قرمز، میگه آقا توی این جاهایی که رنگ روشنه استفاده از رنگ قرمز زیاد بوده، یعنی قرمز و نارنجی. طبیعیه که قرمز خودش کاملا قرمزه و نارنجی هم از رنگ قرمز داخلش استفاده شده. تلفیق رنگ و قرمز و زرد میشه نارنجی. وقتی توی سبز میایم، کانال سبز به ما میگه اون قسمتی که مشکی هستش یعنی سبز نداره، ولی آبی و نارنجی یه مقداری از سبز داخل خودشون دارن. پس قسمت‌های روشن دارن میگن که من از این کانال رنگی زیاد توش دارم و اونی که مشکیه اصلا نداره. قسمت آبی هم که میبینید که نارنجی اصلا نداره و قسمتی که قرمزه هم تقریبا آبی نداره تو خودش و اینجایی که آبی هستش روشنه، یعنی میشه وسط. این روشنه یعنی آبی، خود آبی دیگه وقتی ما میگیم هر چقدر از اون رنگ داشته باشه روشن نشون داده میشه، پس آبی دیگه رنگ خودشو داره و کاملا روشنه، رنگ سفید نشون داده میشه. هر چقدر از اون رنگ آبی نباشه توی اون رنگ تیره تر نشون داده میشه. خب امیدوارم که متوجه شده باشید. این میشه مودهای رنگی بچه‌ها. اینم بگم که RGB معمولا مودی هست که برای نمایش تصاویر در نمایشگاه‌ها به کار میره و میشه گفت مود مناسبی برای تصاویریه که قرار تو نمایشگر دیده بشه. خب بچه‌ها 2 مورد دیگه میمونه که در جلسات بعدی میخوایم در موردش صحبت کنیم. CMYK و LAB کالر میمونه بچه‌ها که من سعی میکنم تو بخش دوم جلسه سوم این دوتا رو توضیح بدم کامل تا با این دوتا هم آشنا بشین و بدونین کارایی این دوتا چگونه است. خب دوستان امیدوارم خسته نشده باشین و مطالب و نکاتی که بهتون گفتم براتون مفید واقع شده باشه و بقیه مطالبی هم که مون بهتون گفتم تو درس بعدی حتما در موردشون صحبت خواهیم کرد. مراقب خودتون باشین. اگه خوشتون اومد و راضی بودین از این مطالب حتما کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنین، لایک کنین و به دوستانتون هم معرفی کنید. خدا نگهدار.